فرقی ندارد. همراهی من باز 7 سربازی دیگری ترک میمیرد. با قفا. چطور یعنی قماندان؟ من با قفا گفتم مجاهد بگذار روم. گفتم که دیگر کسی نمیمیرد. آفرین قماندان، فکری درست. تو باز با چنگ ما میافتی درگان. دیر یا زود ما حتما تو را دستگیر میکنیم. با قفا باشه ها. ما حاضر به ماشین نشسته میرویم. شما ما را تعقیب نمیکنید. میدانم تعقیب کردن میخواهید ولی نمیکنید. من دائم اندیشه کرده عمل میکنم. صادق، چرخهای ماشین را کفان. در را کشو. درا. در پشت بینا یک ماشینی دیگر از زود باشه. مجاهد، این کی باشد؟ بفرمایید. میلیسا، چی طور هستی؟ این باز توییه؟ مگر به تو نگفته بودم که دیگر به من زنگ نزن؟ چرا زود آتش میگیری؟ خواستم احوالت رو فهمم. تو غمگین هستی. با تو تماس گرفته نتوانستم. پدرت مرد. براستی اکای سمت برای همه ما پدر بود. من عموما غمگین نیستم. او با تروریستان رابطه داشت. خدا جزای همه شما را دهد. چرا تو با من لعنت میخونی میلیسا جون؟ گفتم که من با نیتی نیک به تو زنگ زدم. با من دیگر زنگ نزن. هی ابله، مرا فهمیدی؟ من همه کارهای غیر قانونی شما را میدانم. من شما را نابود میکنم. مرا شنیدی؟ مادامی که به تهدید گذشتی، پس مرا با دقت گوش کن. خودت میدانی که اکای سمدی ما بیگناهک نبود. درست؟ از دوستانش دیده دشمنانش زیاد بود. طرفی منفی حیاتی او را میگویم. بچی، چی گفتن میخواهی؟ گفتن میخواهم که من یگانه دوستی اکای سمد بودم و تنها من حق نگاه و بین کردن یگانه دختری او را دارم. آخر هرچی شدنش ممکن است. شب، نیمی شب، یک خانه کپکلان باز یگان کس زده نداراید. میگویم بیا بهترش با یک دیگر دشمن نشویم. مقصدی مرا فهمیدی به فکرم. گوش کن پلید، من نه از تو و نه از تهدیدهایت نمیترسم. مرا شنیدی؟ اکنون دف شو و دیگر به من زنگ نزن. مرا سخت رنجاند. الو، در کجایی؟ در جای گفته اتان اکا، در نزدیک خانه اش هستیم. در نزدیک خانه اش؟ ها اکا، حاضر او در خانه تنها است. عالی، منتظر شوید. من حاضر می آیم. امروز این کار را به انجام می رسانیم.
салом алейкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама дӯстдорони видеороликҳои ҷолиби ютуб. Имрӯз ман ба шумо яке аз беҳтарин каналҳоро дар ютуб бо номи Студия М пешниҳод мекунам ки дар он канал шумо метавонед беҳтарин филми клипҳо, сурудҳои форам ва ҳама наворҳои хусусиятонро дастрас намоед. Ссилка барои гузариш дар таги видео. Ҳатман обуна шавед. Боварӣ дорам ки ба ҳамаи шумо писанд меояд.